بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیزم سلام. به کلاس آموزش قرآن با خانم سلیمی خیلی خوش اومدید. با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان، رتل القرآن ترتیلا، ندای رحمت است می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان ای بشر، یاد خدا آرامش دل می دهد. دردمندان را بود قرآن دوا. قرآن بخوان. آره عزیزانم، اینقدر عجله روی صفحات قرآن رد نشید که بلکه هی صفحه به صفحه پشت سر هم بری جلو. یه بار صفحه رو نگاه کنید، از نظر قواعد روحانی به کلمات نگاه کنید. قواعد مدها، انواع تنوین، ادغام، اظهار، اخفا، اقلاب، حروف شمسی، حروف قمری، اینا رو یه بار اینطوری به قرآن نگاه کنید، مثل اینکه کنار یه ساحل دریا نشستید، با نگاه کردن به دریا، با دست زدن توی آب دریا، پا گذاشتن روی توی آب دریا، شنا کردن. هر طور که تو با دریا باشی، در کنار ساحل باشی یا در دریا باشی، تو لذت میبری از وجود دریا. قرآن مثل دریاست. با نگاه کردن بهش، خوندنش، نگاه کردن یه بار بر اساس قواعد روحانی، یه بار بر اساس قواعد عربی بهش نگاه کن، ضمیرها رو توش پیدا کن، فعلها رو نگاه کن، ببین این فعل چرا اینطوری اومده، این کلمه اسمه، چرا این اسم اینطوریه، چه نوع اسمیه. بعد مثلا از آیات قرآن با ایز شروع میشه، بعضیا با ایزا شروع میشه. چه فرقی هست بین ایز و ایزا؟ چه فرقی هست بین حرف فا مثلا یا حرف سمه؟ چه فرقی هست اینا؟ چرا گاهی اول آیات قد میاد، گاهی وقتا لقد میاد؟ اینا رو برای خودتون تجزیه و تحلیل کنید، باش رفیق باشید. یکی اگردان عزیز نوشته بود که قرآن کی رحمته؟ قرآن همش خشم و عصبانیته. گفتم عزیزم یه مدت باش رفیق شو، یه مدت باش رفیق شو. با آدم تا با کسی نشست و برخاست نکنه کی میتونه اونو بشناسه؟ باش آیاتشو بخون، تجزیه و تحلیل کن، بررسی کن. تدبر در قرآن یعنی همینا. بعد میدونی آیا دوست خوبی هست یا نه. یکی دیگه گفته بود آیا میشه بدون دین زندگی کنیم؟ بله، چرا نمیشه؟ خیلی ها اومدن تو این دنیا بدون دین زندگی کردن و زندگی عادی داشتن و رفتن. مثل همینه که ما توی شهر ساحلی باشیم، یه دریای خیلی زیبا کنار شهرمون باشه، اما هیچ وقت نریم از صفای این دریا استفاده کنیم، از شفای این دریا استفاده کنیم. این افراد معمولاً ناپخته و کال میان تو این دنیا و کال و ناپخته از دنیا میرن. همین که قرآن میگه که عده‌ای از مردم، چه بسیار عده‌ای از مردم که میان فقط ظاهری از این زندگی دنیا رو میبینن و میرن. اما وقتی انسان عقلش پیر بشه، برسه به یه آگاهی، پشیمون میشه که چرا از دین استفاده نکردم، چرا از تعلیمات دین استفاده نکردم، چرا از عمق وجود قرآن و خدا و پیامبرانش برای زندگی خودم بهره نبردم و میشه پشیمانی ابدی. خب عزیزانم، بیایم برای توضیح یه بار دیگه انواع مد. در یکی از ویدیوهایی که چند روز قبل گذاشتم انواع مدها رو توضیح دادم. لینکش رو پایین همین ویدیو دوباره میذارم، حتما بازم نگاش کنید. و این مد دیگر رو که قول داده بودم براتون توضیح بدم تو این ویدیو خدمتون میگم و در آخر ویدیو توی خود صفحات قرآن مثال واقعیش رو براتون نشون میدم. خب گفتیم ما چند نوع مد داریم. یکی بهش میگن مد طبیعی، مثل کلمه العالمین. این الفی که اینجاست با این یایی که اینجاست هر دوتا مد هستن، اما مد طبیعی یعنی دوتا حرکت به اندازه دوتا فتحه اونا رو میکشیم. رب العالمین. یا مثلا کلمه بسم الله، اون علامه الله جل جلاله، دو حرکت میکشیم. بسم الله الرحمن
این الفی که بعد از حرف میم رحمان اومده 2 حرکت میکشیم، رحمانی رحی، یا مدی هست اینجا که 2 حرکت میکشیم، رحیمی. این بیش میگیم مد طبیعی. هر کجا شما این علامت مد رو دیدید فوراً بدونید که این مدهایی که داره این علامت هست مد فرعیه، یعنی یه چیزی اون رو به وجود آورده، یه علتی باعث شده که این حروف کشیده بشن. در مورد 2 تا مد متصل و منفصل علتشون هر 2 تاشون همزه است. یعنی اگر در داخل یک کلمه همزه وجود داشته باشه و قبلش یکی از این صداهای مدی اومده باشه بهش میگن مد متصل، یعنی این صدای مدی رو به اندازه معمولش متوسطش 4 حرکت بکش که واجبم بهش میگیم، چون پیغمبر عزیزمون همیشه این مد رو در هر حالتی میکشیدن. مد دیگه منفصل بازم علتش همزه است اگر در 2 تا کلمه باشن، یعنی یکی از این صداهای کشیده در یک کلمه جدا و این همزه که علت مد هست در کلمه بعدی باشه، در حرف اولش میبینیم که علامت مد گذاشته میشه، یعنی این صداهای مد رو باز هم بکش، اونم معمولش 4 حرکت. یه مد دیگه داریم که بهش میگن مد لازم، یعنی باید حتما بکشی و اونم حتما 6 حرکت بکشی. مدی که علتش یا تشدید باشه یا سکون، که اینم بازم تو مثالا براتون میگم. و مد عارضم داریم، عارض یعنی به خاطر موقعیتش اینطوری میشه 2 مد میشه، و به خاطر در هنگام وقف یکی مد سکونه و لین هست. اینم همین ادامه ویدئو روی آیات قرآن براتون مثالشو میگم. مدی که قرار بود وعده داده بودم که خدمتون بیان کنم امروز میشه مد صله. 2 تا صله هست، یکی صغرا و بعدیش کبرا. صغرا و کبرا یعنی چی؟ خب مد صله های زمین فقط الان ظاهرش رو نگاه کنید. مد صله اینجا که گفتیم در مورد صداهای کشیده و همزه است. در مد صله هدف مورد نظر ما فقط های ضمیره در 2 حالت، یکی اینکه ضمه داشته باشه های ضمیر و یا کسره داشته باشه. پس اگر رسیدیم به های ضمیری که یا علامت ضمه و یا علامت کسره داشته باشه و قبل و بعدش هم حرکت داشته باشه، قبل و بعدش حرکت داشته باشه، اینا میشن مد صله. اگه بعدش میشن مد صله. خب بریم برای ادامه ویدئو. خب دوستان، گفتیم که مد صله فقط در مورد ضمیره. ضمیر چیه؟ ضمیر کلمه ای است که به جای اسم می آید. میگیم کتابه، یعنی کتاب او. کتاب علیون، کتاب علی. الان میخوام بگم کتاب او، میگم کتابه، کتاب او. این هویی که آخر هست، آخر کلمه، بهش میگن ضمیر. خب شما میدونید که ما ضمیر داریم در زبان عربی و زبان فارسی هم همینطور. من، تو، او، ما، شما، آنها، اینا ضمیره در زبان فارسی. در زبان عربی هم همینطوره. او، آن دو، آنها. او برای مؤنث، آن دو برای مؤنث، آنها برای جمع مؤنث. اینا بهش میگن منفصلینی، از کلمه بعدیش جدا نوشته میشه، اما اینا وصل میشه به کلمه، این میچسبن به کلمات، آخر کلمات اینا بهشون میچسبن. از میان این ضمیرها، ضمیری که ما در صله بهش نگاه میکنیم و در موردش مد استفاده میکنیم، فقط این ضمیره دوستان، فقط این ضمیر کی مفرد باشه و مذکر. پس مفرد یعنی برای یک نفره و مذکر یعنی برای انسان مذکر یا یه چیزی که علامت مؤنث
نداشته باشه. پس از همه اینها فقط ما با این سر و کار داریم در مد صله. الان ببینیم صغرا کبراش چیه. توجه کنید دوستان، این نه فتحه داره، هو میایم هو رو در نظر میگیریم، این دوتا. خب حرکت داره، بله اولین قانونش درسته، حرف ها باید حرکت داشته باشه. اینجا ضمه داره، اینم کسره داره. ما این دوتا حرکت رو میخوایم، یکی ضمه و کسره، فتحه نه، ضمه و کسره. خب بله حرف ها هست، مفرده و مذکره، پس ضمیرم هست و اینجا حرکت ضمه داره، اینم کسره داره. پس در مورد هر دوتاشون اولین قانون صله رعایت شده. قانون دوم که در صله هست اینه که حرف قبلشون و حرف بعدشون حرکت داشته باشه. اینجا حرف قبلش نونه، حرکت داره، درسته. حرف بعدش باست، حرکت داره، درسته. پس این میشه صله. کدوم صله؟ بیایم پایین تر. خب این ها ضمیره، درسته، خودش هم حرکت داره، بله. آیا قبلش حرکت داره؟ بله. حرف تا حرکت کسره داره. ببینیم حرف بعدش هم حرکت داره، بله حرکت داره، اینه ان. خب پس این رعایت شده، این قوانین صله هست. الان ببینیم کدومش صله صغراست که 2 حرکتیه و کدومش صله کبراست که 4 حرکتی یا 5 حرکتیه. خب بعد از این ها ضمیر رسیدیم به حرف با که کسره داره. اینجا گفتیم ضمیر رسیده به همزه، همزه. پس میایم چیکار میکنیم؟ میگیم این صله کبراست و باید بکشیم، که ماژیک من نمیکشه، باید بکشیم. پس این میشه مد صله کبرا، یعنی کشش بیشتر، زیاده، 4 تا 5 حرکت. اینجا رو توجه کنید، ها ضمیر هست، خودش حرکت داره، قبل و بعدش هم حرکت داره، اما نرسیده به همزه، علتش فقط همزه است، نرسیده به همزه. پس این بهش میگیم مد صله صغرا. چقدر میکشیم خانم سلیمی؟ 2 حرکت. این نه هو، 2 حرکت اینجا میکشیم. اینو چقدر؟ 4 تا 5 حرکت. علامت مدم داره بالاش؟ بله داره. پس این شد مد صله صغرا، به این میگیم مد صله کبرا. بریم روی آیات شریف قرآن براتون مثالاشو بگم از همه مدها. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان من قرائت قرآنم رسیده به سوره فصیلت، میام از همینجا براتون مثال آوردم، خودتونم پیدا کنید، صفحه 477. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و جعل فیها، فیها این یا کشیده است، اینم الف کشیده است. تو کلمه فیها 2 تا مد طبیعی داریم، مد طبیعی، این 2 حرکت میکشیم، اینم 2 حرکت، فی ها. پس گفتن این چه مدیه؟ میگیم مد طبیعی، 2 تا حرکت، 2 تا کسره، 2 تا فتحه. روا اینجا الف مدی هست، نگاه کنید الف کوچی گذاشته، قبلش هم فتحه اومده. خب میکشیم 2 حرکت، روا سیه. پس اینجا یک الف مدی داریم، مد طبیعی هست، 2 حرکت. من فوقی ها، اینم مد طبیعی، 2 حرکت. و با 2 حرکت مد طبیعی. فی ها 2 حرکت، 2 حرکت مد طبیعی. و قدر فی 2 حرکت ها. خواب ببینیم، نگاه کنید الف مدی هست، رسیدی کلمه بعدی حرف اولش همزه است. در 2 تا کلمه جداگانه صدای کشیده یا مدی در یک کلمه است، اولین حرف کلمه بعدی همزه داره، پس مد قرار میدیم، میشه مد فرعی. و چون توی 2 تا کلمه جدا هستن میشه مد منفصل، مد منفصل، علامت و مد رو میذارن و 4 تا 5 حرکت باید بکشی. فیها اقوا، این مد طبیعی، بازم مد طبیعی. فی علامت مد گذاشتی، ببینیم کدوم مده.
خب فی خودش توی یک کلمه است جدا. کلمه بعدش بله همزه اومده، بنابراین 2 تا کلمه جدا از همان. اولیش همزه است، پس مد منفصل یعنی جداست و 4 یا 5 حرکت میکشیم که معمولش 4 حرکتی. چی رو میکشیم خانم سلیمی؟ حرف یا کشیده رو میکشیم. فی 4 ایامین. ایام این الفش بازم الف طبیعی، مد طبیعی. خب دوباره علامت مد ببینیم کدومیه. خب سوال. پس همزه داخل خود این کلمه است، جدا نیست، پس به این میگیم مد متصل، داخل خود کلمه است، واجب باید این مد رو بکشیم و 4 تا 5 حرکت میکشیم، پس این میشه مد متصل. تو این خط نگاه کنید، پس اینا شد مد طبیعی، این یکی شد مد منفصل و این چون داخل خود کلمه است میشه مد متصل. اینم همینطور، اینم همین الف کشیده با این همزه داخل یک کلمه هستن، بهشون میگیم مد متصل. اما اینجا رو توجه کنید دوستان، اینجا یه مد دیگه هست، عارض سکون. میخوایم اینجا وقف کنیم، آخر آیه است، این فتحه رو باید سکون کنیم، تبدیلش به سکون میکنیم. تبدیل به سکون که شد، اینجا رو باید مد کنیم، 4 حرکت میشه مد عارض سکون. لیسائلین، اینجا رو 4 حرکت میکشیم. پس تقریبا 4 تا 5 تا از اون مدها که توضیح دادیم تو این آیه بود. بازم اینجا نگاه کنید چقدر جالبه، چقدر باش سر و کار داریم. ثم استوى. خب اینجا ثم استوى، این الف مدیه، کلمه بعدی همزه است، علتش وجود اومده، میشه مد منفصل توی 2 تا کلمه جدا، این رو 4 تا 5 حرکت میکشیم. این هم همینطور. البته اینجا دوستان توجه کنید، این کدوم مده داخلی یک کلمه؟ بله مد متصله، الف مدی با همزه توی یک کلمه، بنابراین مدیه که متصله و همون مد واجب پیامبره، یعنی 4 تا 5 حرکت این الف رو باید بکشیم. الی السمائی. خب دخان، این الفش میشه الف مد طبیعی. خب اینم بیاین عزیزان، طائعین، اینجا چون داخل خود کلمه است، هم حرکت کشیده الف مدی هم همزه، میشه مد متصل. دوباره رسیدیم به آخر آیه، میخوایم سکون کنیم، مد عارضی سکون، اینجا هم 4 حرکت این یا رو میکشیم. طائعین. خب بریم مدهای سله رو پیدا کنین دوستان. عزیزان تو همین صفحه 477 2 تا مد دیگر رو پیدا کردم. ببینید یومینی، اگه من بخوام اینجا وقف کنم، بعد یومین رو که گفتم اینجا بایستم، یومین. نگاه کنید عزیزان، این یایی که اینجاست خودش ساکنه، ما قبلش فتح هست، این بهش میگن یا لین، یعنی این یا رو باید نرم تلفظ کنی. خب بخوام وقف کنم میشه مد عارضی لین، اینجا رو باید 4 حرکت بکشم. خب پس میخوام مثلا اینجا وقف کنم، میگم فی یومین، فی یومین، اینم شد مد عارضی لین که تو همین درس مد خدمتون عرض کردم. خب نگاه کنید، توجه کنید دوستان، ها ضمیره خودش حرکت داره، قبلش هم حرکت داره، فتح است، بعدش چی اومده؟ همزه اومده، همزه‌ای که حرکت داره. پس نگاه کنید علامت مد گذاشتن، یعنی این رو باید بکشی، بهش میگیم صله چی؟ کبرا، صله کبرا. لهو اندادا، لهو اندادا،
پس این شد مد صله کبرا. بریم مد صله صغرا خانم رو پیدا کنیم. تو صفحه بعدیش آیه 14 توجه کنید دوستان. بهی، این ها ضمیره، خودش حرکت داره، قبلش هم حرکت داره، بعدش هم حرکت داره، اما همزه نیست. ها صله است. چون همزه نیست بهش میگیم صله صغرا، یعنی کم بکش، 2 حرکت بکش، صله صغرا. یکی دیگر هم ببینم پیدا کنم تو همین آیه. کنید عزیزان. خلفهی، ها ضمیره، قبلش که حرکت، خودش هم حرکت، بعدیش هم حرکت داره، اما همزه نداره. پس این میشه مد صله صغرا. مد صله صغرا. یکی دیگه این پایین هست. فلنفسهی، نگاه کنید. ها ضمیره، حرکت داره، حرف قبلیش هم حرکت داره، حرف بعدی هم حرکت داره. چون همزه نیست میشه صله صغرا. اگه این همزه بود میشد صله کبرا. انشاءالله که متوجه شده باشید و از این به بعد خودتونم با دقت و تدبر بیشتری به کلمات قرآن نگاه کنید. در پناه و در رحمت و در سایه سار قرآن باشید. آمین.